سلام خدمت همگی. بنده سعید تقوی‌فر هستم از طرف سازمان پاک پزشکان ایرانی کبک. ویدیوی آموزش نحوه ثبت نام در آزمون OET رو خدمتتون تقدیم میکنم. سازمان پاک پزشکان ایرانی کبک یا به فرانسوی میک مدزن ایرانیان دو کبک یک سازمان غیر انتفاعی هست مستقر در شهر مونترال استان کبک کانادا با هدف دسترسی عادلانه و شفاف‌سازی اطلاعات برای پزشکان ایرانی متقاضی فعالیت در کانادا جهت ورود به سیستم با کمک همگان همکاری جمعی مشغول به فعالیت هستش. آزمون OET همونطور که احتمالا خیلی از شما اطلاع دارید در واقع مخفف به Occupational English Test هستش که شما رو برای ورود به سیستم پزشکی و آماده میکنه. در واقع نیاز دارید به این آزمون. این فقط مختص ورود به تخصصهای پزشکی نیست. ممکنه که شما برای ورود به دانشکده‌های پزشکی و حتی بقیه رشته‌های در حوزه هلت‌کر از جمله داروسازی، دندان پزشکی و پرستاری به این آزمون نیاز داشته باشید. برای ثبت نام در این آزمون کافیه که یک سر به براوزر خودتون بزنید. من حالا این رو از اول براتون پیاده بکنم که همش رو ببینید به چه نحوی جلو میره. کافیه که توی ادرس بار خودتون عبارت oet.com رو در واقع وارد بفرمایید. حالا من این رو حتما عرض کنم که ساین آوت میکنم که یک بار از ابتدا براتون نشون داده باشم. خب عبارت oet.com رو که وارد بکنید با این صفحه مواجه میشید. نیاز دارید که لاگ این بکنید و اگر که در واقع پروفایلی اینجا نداشتید قبلا با کلیک روی این عبارت لاگین اور رجیستر وارد این فضا میشید. اینجا چون اکانت قبلا ندارید روی عبارت ساین اپ کلیک میکنید. اینجا یک آدرس ایمیل for example mic-pak@gmail.com وارد میکنیم. یک پسورد در واقع strong پسورد رو اینجا میتونید وارد بکنید و continue. I agree. اینجا در واقع توافق خودتون رو با terms and conditions اعلام میکنید. بعد وارد این صفحه میشید. اینجا شما باید یک محل تست رو برای خودتون تعیین بکنید، یا تست سنتر رو. دو تا آپشن دارید، paper based or computer based، که توصیه ما اینه که paper based رو انتخاب بکنید بنا به دلایلی که اینجا گنجایش و ظرفیت توضیح کاملش وجود نداره. در صورت باز هم انتخاب به خود شماست. یک آدرس رو اینجا میتونید وارد بکنید. میتونه آدرس خونتون باشه که نزدیک به لوکیشن خودتون باشه. میتونید هر گونه لوکیشن دیگه ای رو هم اینجا وارد کنید. به عنوان مثال H4-1-3-2 یک آدرس پستیه تو مونترال. find a test و اینجا بر اساس کیلومتر فاصله‌ای که با محلی که شما انتخاب کردید رو نشون میده. این نزدیکترین هست به عنوان مثال و اویتیان پیپر هست. به اینا باید دقت بکنید. اینجا گزینه بوک ناو رو انتخاب میکنید. اطلاعات رو به ترتیبی که از شما درخواست شده وارد میکنید. چیز خاصی اینجا وجود نداره که من بخوام به خدمتتون بگم. فقط در مورد عکس که باید آپلود بکنید این اطلاعات رو خدمتتون بدن که عکس شما باید پاسپورت سایز باشه، either in JPG or PNG فرمت، باید یکی از این فرمت ها رو داشته باشه و حجمش بین 200 کیلوبایت تا 2 مگابایت باشه. بقیه توضیحات که چجوری چشماتون باید باز باشه و نوتر باشه و زاویه تصویر اینجا توضیح داده شده. خب بعد از اینکه وارد کردید ایمیل و تایید ایمیل رو میزنید و نکست و وارد مرحله پرداخت میشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.